این دو مدل از ویا که وی هایی هست که اینجا مثلا میشه پیدا کرد، مثلا اونا کلاژن و اون ور کراتینه. این محبوب ترینش همینه که من دارم. این گرون تر، یعنی این $90، این میشه حدود $34-5 فکر میکنم. ولی خب تفاوت داره، همین که اول که این بیشتره، این نگاه 2.5 کیلوه، این 2 کیلوه. ولی خب تفاوت‌های جالبی همین داره. یکی از تفاوتاش که خب جفتش که 24 گرم پروتئین داره، ولی خب BCAA این 4.8، این 5.5. اینجا هم اینش 2 گرم شوگره، این هم فکر میکنم همون 2 گرم باشه. فتش 1.5. بعد جالبیش اینه که این فتش 5%، یعنی تقریبا میشه گفت که این از ایزوله تره. بعد یه خوب دیگه هم که داره، این زیپ کیپ داره. این هم داره، اینجاش زیپ کیپه، ولی خب درست شف نمیشه. این که اینطوریه هوا نمیکشه. اینی که من دارم الان بو گرفته، میخوام بیام پسش بدم و اینو بگیرم. این تقریبا میشه گفت ایزوله تره دیگه، ایزوله تره و BCAA بیشتره و آره چربی و شوگرش که یکی بود، ولی خب ایزوله تره. این ایزوله تر و BCAA به نظرم ارزششو داره. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم، از قومای روزگاره عشق همین یه باره، مثل اون کسی نداره. سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی، حرف زدناش قشنگه، باقیش دینه می جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. عشق منه اینا چشمان داره فریاد میزنه، توی قلب